کله مو د پښتو په ناویلو ادبیاتو کې ټیک ته ویل شوي او یا هم ورته منسوبې لنډۍ اورېدلې؟ ټیک پیژنئ او لیدلی مو دی؟ که مو لیدلی وي نو حتما به مو ذهن ته د افغاني فرهنګ ښځینه برخه درګرځي. دا ټیک دی. معمولا یې افغان نجونې او میرمنې د وطني فرهنګ د برخې او د ځان سینګارونې په موخه کاروي. ټیک د افغاني ښځینه فرهنګ د یو غني جنس ترڅنګ د پیغلو د سینګار او د دوی د ښکلا سمبول هم دی او د پیغلو له لوري په ځانګړو وختونو کې کاریږي. د کارولو تاریخي سیر یې له 1.5 واخله تر 200 کلونو رسیږي. دا ځکه چې د کابل په شهرناو کې د انتیک فروشۍ په دې کوڅه کې پخوانیو دکاندارانو د 1.5 پیړۍ لرغون لرونکي ټیکونه په خپلو دوکانونو کې ساتلي. دا سپینګیری شاوخوا 40 کاله کېږي چې د انتیک فروشۍ په کوڅې کې دکان لري او انتیکي توکي پلوري. خپل دکان یې د افغاني ښځینه فرهنګ په اړوند توکو ښکلی کړی. ایښودل شوي ټول توکي له یوه او بل ښکلي او د کارولو جلا طریقه او تاریخ لري. د لرغونو ټیکونو دا بڼې یې خورا جالبې دي او عمر یې تر 1.5 کلونو رسی. والا خیلی بازار نیستن که بیاید بخرن چیزی، قدر دل جمع ندارن که در بازار داخل شدن یک چیز خریداری کنن و با دل جمع بخرن برن. این از ما که چیزی که میبینید زنانه است، از ما مردانه نیست، همش زنانه است. اما خرید فروش ما با زناست، با مردان نیست. این از جلال آباد میاد، کنر میاد، علمان میاد، از این کشورهایی است که سابق 100-200 سال پیش استعمال میشد. آل اینجا میایم به فروش ما میخریم، تیار میکنیم که درست ما این نو است. از کپی از اون ما نو تیار میکنیم، میره به فروش میرسانیم. چون که کونه بسیار سابقه بود خلاص شده، نوش تیار میکنیم به فروش میرسانیم. این دستت که از واتیکا ایرا از چی میکنه را ذوب کردیم؟ نه اینجا تیار میشه، اینا اینجا تیار میشه. و در کابل هست تیار میکنن، ما نگین شونی میکنیم به فروش میرسیم. ټیک معمولا د نجونو له لوري په ځانګړو وختونو لکه د ښادیو په ورځو، ملي ورځو او اخترونو او نورو ورته ورځو کې له افغاني ګڼ سره یو ځای کاریږي. د نجونو د سینګار دا شیوه چې لرغونی ښځینه فرهنګ په ځان کې رانغاړي، په هیواد سربیره په بهر کې میشتې افغان میرمنې هم له افغاني ګڼ سره یو ځای د خپل فرهنګي هویت د ښودنې په موخه کاروي. کلش یک مواد است. موادش یک مواد است. یا سلور جرمن است، یا سلور منتها این نو ساخته شد. این کونه بسیار تام باشی میشناسی که مثلا این کونه سینه، یعنی مثلا کونه سینه معلوم میشه، اما تو خدا میتادم که معلوم میشه این نباشه. درست میگم. سلور جرمن باز چقدر عمر می داشته باشه؟ والله خب سلور جرمن چرا سابق است سلور در کانتیننتال که مثلا بود دیشی بود مثلا پلیتش است، اینی سلور گفته میشه. خب چند سال بازی تا چند سال میتونه استفاده کرده؟ بخاطر که خودتون میگین که نیم سال قدامت داره، ما میتونیم که این 300 سال یا 400 سال استفاده شود. غیر که یک نشکنه ها دیگه این نقصان میکنه. و یک لباس هست، در لباس میپوشن، در پیشانی خود میمونه، پدرموری خود میمونه. خدا قرنا سری که تیر شد تاریخش نمیگه کشه. همین سلوار با گفته خودت که کیفیت خود از دست نمیده؟ نمیتونه. نه هیچ کیفیت خودی از دست نمیده. کونه شده میره نوتون. اگر هم سرش تیر شد 100 سال هم کونه شده میره، یا کونه شده میره. شما بازمی واتیکای وطنی را از کدوم راه ها چی رقم به خارج؟ والا اینا از خارج با سابق بلتی میشد، یا لکم داره شرایط ایجاب نمیکنه، راه بند است، بلتی ها بند است. حالا میگه بلتی میبرن. سابق این مردمی که از خارج افغانای ما که اینجا می آمدن، از این که خود هر یک افغانی که از خارج میاد هیچ امکان نداشت ما 10,000-20,000 افغانی رو نخرن. حالا کم داره خارجی هم نمیه و داخلی هم نمیه دیگه. از اون خاطر بازار ما کمک کنید هست. باز شما خب این وسایل را که از خارج کس را بخواه یا بیایه خب میگیره دیگه میایه؟ بله. یا کسی که در خارج باشه با شما فرمایش میده شما روانش میکنید یا چه؟ اگر در گوگل کردیم ما با تماس باشن ما باشون فرمایش بده تیار میکنیم، هم کپیش باش مالش اینجا بلتی میکنیم و این میکنیم. بله. اگر اصلش بخواه و فرمایش بده که یک سیت اصلش اینم این قسم برام تیار کنید، با شما خودتون برش تیار کردن میتونید؟ بله ما خودمون تیار میکنیم. اصل خود کونه خودش کونه است، تیار شده نمیتونه. یک پاککاری و یک سترکاریش میکنیم و این میکنیم. چون اگر نه با ما فرمایش بده نه برش تیار میکنیم و این میکنیم. ما کونه خودش این میره که این کونه است. اینی تیار شدگی دیگه میگه مثلا با ما این میره بیادر کردیم مکمل کردی گوشوارا کل چیز چایی که ما روی میکنیم.
در میواتیکا باز نگین که استفاده شده است ای از کدام نگین ها هستن؟ از آیا سنگ و مرمر افغانستان است؟ نه یا مرمر نه یا شیشه است کلش یا مسابق که بوده سنگ مرمر چیزا خوب بوده خب تا کسی کار نمیکرد چون در ماتیکا و همی چیزا کل اینا اما شیشه های سابقی است که کار شده اینمی کل شیشه های سابقه است که کار شده یا سنگ نگین چی نیست. و یک پرسش دیگه که چرا زنا واتیکا را استفاده میکنن؟ و چون که سابق قدر در طلا و چیزا قدر مود نبود طلا قیمت تمام میشد با هم به لباس افغانی که نمیدونم در محفل عروسی که داخل میشدن دستاش که خینه میشد هم لباس افغانی را که میپوشیدن این حتمی ضرور باشه که باید این ماتیکا و این را بپوشن و که یک انانات ما بود امو را به جای میکردن. په بهر کې پر افغانانو سربیره افغاني ټیک د بهرنیو هیوادونو وګړي هم کاروي. دغه دکاندار مدعی دی چې د افغانستان له ټیک څخه بهرني وګړي په خپل سینمایي صنعت کې هم استفاده کوي. دیگه این مالایی را که شما میبینید یا به حساب گند افغانی است و با لباس های پنجابی میپوشن، گندهای افغانی میپوشن و چند رقم کالا یا پوشیده میشه. اینا به مثال که ماتیکا هستن در پیشانی بند میشن، این گوشوارش است که در گوش انداخته میشه، این گوشوارش است. دیگه اینیا لاکتایش است که در گردن انداخته میشه. اینی رسایی کنین شما که هم لاکت داره، هم ماتیکا داره، هم گوشواره داره. این سیت مکملش است که سیتای چارپیسه میگن یاره. و اینیا چون یا سابق بسیار استفاده میشه در افغانستان و محفلا و عروسیا و دیگه مردم به گند افغانی خود بسیار استفاده میکردن. چون در افغانستان حالی گپا نمانده و مردم هم بسیارش مهاجر شده دیگه و کسایی هم که شوق داشتن شوقای از هم رفته چون مسئله اقتصاد است، بیپولی است. په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان پخوانی ټیک پراخ بازار لري خو زیاتوي چې د افغانستان د لرغوني ټیک لا اخیستو وروسته د هماغه ټیک جوړه شوی نوی کاپی افغانستان ته په لوړه بیه رالیږي. دیگه اینا لیا میرن در طرف هندوستان و اینجا میرن سودا میشن، به ترکیه میرن چون در فیلم سریال اگر چی دیده باشین تورول اینمی کلا و اینمی چیزایی که از کلش از اینمی استفادهش از افغانستان رفته کلش از افغانستان رفته چون و ندارن این گپاره کلی از افغانستان رفته و به هند میره باز برعکس از هندوستان پس نوی ازی جور میشن میاین نوی ازی که ازی کونی سابقه ما و شما که در قیمت است که این مالای غزنی است مردم پکتیا جور میکردن، غزنی جور میکردن، بامیان جور میکردن که با کالای هزارگی خود میپوشیدن بسیار زیبا و مقبول معلوم میشد. آیا موارد خاصی را داره که زنا؟ بله این چون در هر جای پوشیده نمیشه. این در خانه در روی خانه پوشیده نمیشه با لباس خانه یا با لباسی که دی کنن یا جارو کنن. این صرف با کالای محفلی پوشیده میشه، جایی که عروسی باشه، محفلای خاص باشه، شب شش نیگپا کالای افغانی که میپوشن، گندای افغانی که میپوشن باز با هم رنگ از اینجا انتخاب میکنن لاکتش یا ماتیکهش یا دستبندش یا یک چیزش امرای خود میگیرن امرای زود لباس میپوشن به خاطر هم زیبایی و مقبولیش. این یک فرهنگ است چون یک فرهنگ است که سابق در غزنی و در پکتیکا و یا بسیار رواج بود چون یک فرهنگ است که حتی اینا وقتی که عروسی میکردن برای چی میدادنش به مو عروس کالا برش جور میکردن از این 3-4 رنگ از لاکتا و ماتیکا یا میموندن که جیز برش حتی میدادن. اینی قراری چی بود که ایره با جیز هم مردم میداد و کسی که شاخیل بدن و با قوم خود با یک گروپی که به حساب راهنمایی میکرد مردم در هتل یا در خانه دیگه بعد از وقت جور میکردن که کلش یک رنگ باشه فرق نشن چون این یک انانات یک فرهنگ است. فعلا هم میگه پس فعلا هم که کالا جور میکنن در یک فامیل عروسی داشته باشه 5 نفر از طرف دختر جور میکنن 5 نفر از طرف شاه و عروس شاه جور میکنن بازی را هر چی پیشه و مکالایی که جور میکنن با مو کالا میخرن که یک رنگ باشن به خاطر یک پذیرایی یا یک سری میز گشتن دیگه کلگی متوجه میشه که این یک چیزی خاص پوشیده چون چیزی خاص است.
د ټیک دا بڼې دننه په هیواد کې له عادي اوسپنې او سپینو زرو جوړې شوي دي. دکانداران یې له دې کبله د خرڅلاو بازار ته خوشحال دي چې د عادي ټیک بیه لږه ده او نجونې په زیاته پیمانه لیواله دي چې ټیک واخلي او د خادیو په ورځو کې یې په ټنډو راځوړند کړي. چیزایی که شما مشاهده میکنین از زیارات وطن خودم، از کشور خود ما، از مناطق مختلف کشور ماست که از مناطق سمت جنوب مالایده است، از سمت هزارجات مالایده است و انواع مختلف از فلزات نقره هم می باشه و از غیر نقره هم می باشه. یعنی چیزا رو دارستیم. امی قدیم ترینش بعض دکاندارا میگه که 100 سال یا نیم سال قدمت داره و او از سیلور جرمن جور شده است. بله بله. ولی نوکره که شما یادآوری کردین این شاید نباشه. اینا جور میشه؟ بله بله، ما این چیزای نو هم داریم، چیزای سابقه هم از زیورالات از قبیله که این از 100 سال بیشتر هم هست. و ایده که شما گفتین که از سیلور جرمن فقط نامش است، اسمش است، یه مرکب است از فلزای مختلفه که کاپی به حساب کاپی نقره است و نقره خودش یک عنصر است که او از قدیم الایام وجود داره. باز چطور از بازار فروش ماتیکا و دخترها و زنها علاقه ازی را داره که بیا یا ماتیکا رو بخره؟ ولی چون فرهنگ خودم هست بیشتر علاقه مندی فعلا پیدا کردن. در خارج زیادتر از مردم زیاد افغانای خود ما که مقیم خارج هستن اونا بیشتر رجوع آوردن به این طرف فرهنگ خود ما که زیادتر از این مواد به خارج میره و اونا علاقمندی بیشتر دارن. چون در کشور خود ما هست مردم استفاده میکنن، در مراسم عروسی و چیزای خود استفاده میکنن، ولی توانی اقتصادی چون در داخل کشور اون قدر نیست، در خارج زیادتر میباشه. اگر مشخصا بگوین که ماتیکا در داخل کشور در کدام جایا در کدام ولایت‌ها بازیاد استفاده مورد استفاده قرار میگیره؟ این خب ما قبلا یادآور شدیم که در هر گوشه کشور ما در جنوب هست، در هزارجات ما هست که هر کدوم اونا فرهنگ خود دارن با اندک تفاوت البته به مناطق خاص پکتیا ما به یک قسم است، به طرف هزارجات ما دیگه قسم است و به همین ترتیب طرف مشرقی ما هم چیزا استفاده میشه و سبکای مختلف دارن به اندک تفاوت و استفادهش در سری کشور است. خو خپل نجونی ولی ټیک د خپل سنگار او د خپل خزینه فرهنگ ارزښت بولی؟ ماتیکا که هستن خودش یک زینتی خیلی قدیمی هستن و یکی هستن بیشتر زنها در محفل‌های عروسی، روزای ملی و روزای عید هم بسیار مردم تعداد کمی از این ماتیکا استفاده میکنن و ماتیکا که هستن برای زیبایی و یک فرهنگ بسیار خوب هستن استفاده میکنن. و این از لحاظ زیبایی بر زنها و یا خصوصا خانم‌ها ارزش بالاتری داره یا با این که این یک قدیم‌ترین فرهنگی؟ نه، به لحاظ زیبایی ارزش خاص خود دارن، به لحاظ فرهنگ هم ارزش دارن، ولی اکثریت به خاطر زیبا بودنش و کدام لباسی که میپوشن این یک نوع زیبایی را بر خود میکشانه و اکثریت به خاطر زیبایی میپوشن دیگه، به خاطر فرهنگ هم بسیار کم. د کوچیانو په لاس جوړ شوی ټیک خورا مشهوره بڼه ده چې پر افغانستان سربیره په بهر کې د میشتو افغانانو په منځ کې پراخ خوښونکي لري.